الو. بله. بله سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستین سر؟ تشکر. شما در پخش زنده قرار داره، بفرمایید. زنده باشی. من که از همسایه شما هستم به حساب از افغانستان. خب ما یک دو هفته میشه که پروگرام شما رو میبینیم در یوتیوب. ما حیران میمونم که ما خود 40 سال جنگ داریم. کمتر بلندتر مسئول ما به این حیران هستم که ما خود افغانستان 40 سال جنگ داریم، بدبختی داریم. خب شما یک مملکت آباد و سوتر دارین، ما کاش که یک رئیس جمهور مثل رئیس جمهور شما می داشتیم. خب من تاجیکستان رو دوست دارم، خیلی یک وطن مردم بسیار مهربان هستن. خب و مملکت بسیار شکوه و زیبا و همسایه ما هستن، هم زبان ما هستن، هم کلتوری ما هستن، هم فرهنگ ما هستن. خب به نظر ما کاش که ما افغانستان رو ببینیم که چی حال است. یعنی عربا وابیا سلفیستا آمده چی کردن. هر روز در ظرف 5 ماه ما 10,000 عسکر کشته داریم. مشکلی در کجاست؟ مشکلی در کجاست که 10,000 لشکر کشته می شود؟ مشکل همسایه که اون طرف مثلا مشکل امریکاست، مشکل پاکستان است، مشکل کشورهای عربی است که مثلا مشکل نیست که رو برای کشور کیا انتخاب میکنن؟ نه، رو برای کشور مردم انتخاب نکرده، اون امریکا آورده شونده. پس چرا مردم انتخاب نمیکنن؟ مردم مسئله افغانستان خیلی پیچیده است. شما یک ملت هستید برادر عزیز. از دول من میگم که ناموس که یک زن پارلمانی که در افغانستان داره بالاتر از تمام وکیلای پارلمان ما است. قبول میکنی؟ نفهمیدم یک زن افغانی که در پارلمان افغانستان نشسته است، ناموس و شجاعتش بالاتر از همه وکیلان پارلمان ما است. قبول میکنی؟ و فکر نکنم خود اون نظر خودت است. من همین قبول میکنم. یعنی خودت امروز زیبایی تاجیکستان بها میتی، میگه خب درست است که وقتی شما در جنگ هستین میبینین یک جایی که یک چراغش روشن است، میگن که خب بسیار خوب زیبا است، اما ما نظری ما مقایسه کردن با کشورهای پیشرفته دنیا است. چرا یک ملت نخواه مثل امریکا زندگی کنه؟ نه خب باید بشنیم افغانستان رو مثال آورده. یه دقیقه مرا گوش میکنم، شما رو گوش کردم. چرا ما باید نخواهیم مثل سنگاپور زندگی کنیم، مثل آلمان زندگی کنیم، مثل امریکا زندگی کنیم، مثل اسپانیا و ایتالیا، هزار کشور، ده ها و صدها کشورهای ترقی کرده دنیا را چرا مثال نبیاریم و فقط افغانستان جنگ زده را مثال بیاریم؟ برای چی؟ نه من بعد یک مثال دیگه میدم. خیلی گوش کن چی میگم. خب گوش کن چی میگم. اولش تاجیکستان تو نمیتونه که با سنگاپور اینا مقایسه کنه. یکی تاجیکستان یک چرا نمیتونیم کرده؟ اشتباه است. اینمی نوباوری ما را کشتگی است. چرا نمیتونیم؟ چرا؟ گوش کن چی میگم. امریکا در اولوی اقیانوس است برادر. امریکا که هزارها کیلومتر از دیگر کشورها دور است، برایش ساخت است. ما چرا نمیتونیم؟ اولش مربوط اقتصاد میشه قربان شما. امارات متحده عرب کدام اقتصاد داشت در دریگ لای و چل بودن در 20 سال 30 سال چی به دست آوردن؟ اثر تیل است، اثر نفت است. نفت ما طلا داریم از نفت دیگرانتر. خب قصه شد. تو اینا مقایسه کردی نکنی؟ چرا مقایسه کردن نمیشه؟ طلا از نفت دیگرانتر است. میفهمی؟ سنگ‌های ما داره که از نفت دیگرانتر است. طلا کجای تاجیکستان طلا است؟ تاجیکستان آلومینیوم داره. از کجا بودونی؟ نه تاجیکستان آلومینیوم داره، آب داره. خب گوش کن قصه روش کنی. تاجیکستان آلومینیوم داره، آب داره که از اون آب مثلا بهترین بند شما مثلا جور کردین فعلا. خب سوئد نداریم، ولی باور میکنی ما سوئد نداریم. قبول میکنی؟ خب میفهمم که اینا مشکلی در کجا است. پس تو قصه روش کن. تازه شما 70 سال زیر تسلط شوروی که بودین، تازه شما یک 20 سال میشه که قریب خود بالا کردین. کدام تازه 30 سال میشه از زیر شوروی برو ستا که فرق گوش کن چی میگم. سیستم دنیا یکدم خود به یک روز به جور نمیشه. اروپا هم که زدن، ما در اروپا زندگی میکنم، اینا خود در 100 سال خود جور نکردن. در کدام کشور اروپایی زندگی میکنی؟ در آلمان هستم. تو جایی که تو هستی. در آلمان هستی؟ جایی که تو هستی. خب چیکار میکنی آلمان؟ نرفتی افغانستان آباد کنی؟ افغانستان چی خیلی آباد کنم؟ چرا چه خیلی آباد میکنی؟ من میگم تاجیکستان از آلمان است، میگم من آباد میکنم تاجیکستان و ان شاء الله آباد هم میکنیم. باوری دارم روز میشه که با ده همین منبر برات میگم که به نظر من همین گوش چی میگم. به نظر من میتونه روی رو بانین، همین سلفیستی ملافیستی رو بانین، امور رئیس جمهور امامانی رو بانین که همون کار کنه. بس خیلی خوب کار کنه. مذهبی نیست ول کنه حرفای اصلا بی منطق تونه. کدام سلفی کدام سلفی بی منطق نگه هزارت میکشید معلومات گیری کنم. سلامت باشی به شرف. این چی میگی تو چی درداری؟ تو برو اول همون ناموس یک کودک افغانی را دفاع بکن.
اومدین در اینجا در کشورهای اروپا گشتین گردناتون در همه قدر کریس موندگی چی میگوی؟ کدام تاجیک خودی نشستی برات گوشی تلفن ده مگاب زن میگی مردی تاجیک تو جوان مردی خود در زن میفهمی؟ منم پوف بگین این همی دهان تو نباز کنه من میدونم که در پس گوشیاتون کی نشسته یکی چیکار میکنه یک تاجیک نشسته گوشه من زنگ زن افغانی پروای تاجیکستان داره افغانی که آلمان اومده باشد یا که فرق نداره هر کسی نباشه در قصه ابو وطنش میشه دیگه کم انگوش شمار جوانا هستن یکی میره چی میگه این یک نفر نشسته از ما بچهش براش حرف بزن خودت حرف بزنه بچه یه جوانی تاجیک تو مردک باری خودت حرف بزن جوان مرد بشه خودت بگی گوشی را مشکلی داری مشکلی دمو از خودت حرف بزن عجیب مردم هستیم واقعا